آقا یه سورپرایز معذرت. باز شدن مدارس رو به تمام بچه‌های عزیز کانال تبریک میگم. چه خبر؟ حالتون چطوره؟ امیدوارم تابستونتون کیری‌تر از زمستونتون بوده باشه. حدوداً 3 ماه میشه که کانال کلا غیر فعال شده و دلیلش این نبوده که من کلا خسته شدم یا نمیخواستم ویدیو بذارم. اتفاقا کلی ایده داشتم برای ویدیو، ولی به لطف همکاری‌های دوستان عزیز امروز این ویدیو رو دادم بیرون. دلیل غیر فعالی من خلاصه که بخوام بگم اینه که وقتی که کانال دوباره جون گرفتهش من گفتم یه کاری کنیم. یه ایده‌ای بود بچه‌ها 2 سال پیش داده بودن که بیایم یه بازی رو دوبله بکنیم، یه دوبله هره بزنیم براش. که حالا من گفتم اول تابستون برای همچین کاری عالی میشه، چون کسی سر شلوغ نیست. دیگه همه دور هم دارن یوتیوب فعالیت میکنن و همه پایه‌ان و این کسچرا. که تا الان این پروژه طول کشیده که هنوزم تموم نشده. بله شهرداری میتونه سریعتر از رفقای محتوا ساز ما یه کاری انجام بده. داستان اینطور بود که من گفتم آقا الان همه هستید، بعد 2 سال بیاید بریم توی کارش. هم جو و صفا اینا دادن که آره برو ما پشت تیم یه کسچر درست میکنیم که کلمه کسچر بی‌معنی بشه. منم جو گرفتم و رفتم کل کارهای بخش خودم که دوبله و عوض کردن چون 2-3 هزار تا فایل صوتی و متن و دیالوگ و اینا رو بود تو 2-3 روز انجام دادم. ولی خب وقتی نوبت دوستان رسید مثل اینکه همه اون پشت داشتن کونه بنده میذاشتن. حالا همه نه، مثلا ویکتور با اینکه آخرش کون گشاد بازی در آورد ولی مینشست وایسای خودش رو ادیت میکرد، میفهمی خودش ادیت میکرد. یا مثلا یکی دیگه از وایس اکتورای یه کاراکتر دیگه تونست 3 تا کاراکتر تو کمتر از یه هفته وایس بگیره. یا اصلا خود مگری یه روز کارش رو داد، کیرش هم نبود، تمام شد رفت. ولی خب بقیه دوستان مثل اینکه اونقدر آزاد نبودن. یعنی مثلا دوستان محتوا ساز دیگه 24 ساعته داشتن توی چنلشون ویدیو میذاشتن یا درگیر کار و زندگی بودن و وقت نداشتن بیان 15 تا خط با میکروفون‌های عالیشون برای من بخونن. منم کله شق‌بازی در آوردم و گفتم خب اینا وایساشون رو میدن دیگه. الان 3 ماه شده، اینم هیستوری منه که میرفتم زورگیری پیویشون وایس تو بده، وگرنه مثل بدبختا 2 روز دیگه میام بهت پیام میدم. یه سری دیگه هم خب کلا از همون اول کنسل کردن، دمشون گرم باز اونم اینقدر منو منتظر نذاشتن. ولی یه سری دیگه ماشاءالله مثلا جزو تیم مدیریتی وایسا بودن که کلا غیب شدن رفتن تو زمین، اسمم نمیارم. ولی اگه یه مسئولیتی رو قبول میکنید با کیرتون مدیریتش نکنید. خلاصه مثل حسین نبود. پروژه 99% تکمیله، فقط با خاطر صدا پیشای غیر و فعالمون احتمالاً پروژه کنسل کلا. اون 50 صفحه دیالوگم که من نوشتم با گوز باد هوا میشه. یادم نره بگم که پروژه اصلا هیچ جنبه مالی نداشت، صرفا یه سورپرایز تابستونی کانال برای خنده و طنز بود که من اومدم بچه‌ها رو سرش جمع کردم. پس خیال همه راحت، قرار نبوده به حق کسی پایمال بشه. تریلرش هم حدود 1-2 ساعت دیگه آپلود میشه. اون به خاطر اینکه یه سری از بچه‌ها هنوز سر حرفشون موندن و جا نزدن. دلیل این ویدیو اینه که من گفتم خب کیر توش نمیشه که چنلت رو به خاطر چند تا کونده دروغو بگا بدی. آقا فعلا عشق و برکت و توی ما سعی می‌کنم غیر فعالی تابستون رو جبران کنم و فعلا